سلام. میخوایم با دو تا تیکه از المنت سیلیکونیا و بدون فویل گاز یه تشک برقی خیلی خفن درست کنیم که هم گرمایش خیلی خوبی داره، هم ایمینا مطمئنه یا وقت خدا نکرده آتیش نمیگیره. حتما ویدیو قبلی ها ببینید که چی شد ما به ایده ساخت تشک برقی رسیدیم و بیاید تا در ادامه ویدیو مرحله آموزش ساخت تشک برقی یاد بگیریم. حتی اگه مبتدی باشید راحت یادش میگیرید. این فویل گازی که از دیجیکالا خریدیم، یه تیکشو من برش دادم و تقریبا 30x70 سایزش. حالا بیایید سایزش رو با هم دیگه بگیریم. بله همینجور میبینید عرضش 30 سانته. خب این فویل گازه. بریم برای وسایل بعدی. این المنتی که گرفتیم دو تا المنت 2 متری گرفتیم که جمعا میشه تقریبا 50 تا 60 وات. اینم المنت دوممون. یه دونه جعبه من اضافه گرفتم، اینو از دیجیکالا سفارش ندادم. اینو خودتون میتونید از لوازم برقی یا جعبه فروشی بگیرید. یه همچین جعبه‌ای لازم داریم برای اینکه دیمر رو بره توش. این هم دیمرمون که 60 خورده از دیجیکالا خریدیم. بله برای کم و زیاد کردن المنتمونه، کم و زیاد کردن حرارت المنت. اشتباه گفتم ببخشید. اینم کلید راکره که من قبلا داشتم از دیجیکالا نزدم. خودتون حتما از دیجیکالا بزنید بیاد. بهش میگن کلید راکر برای قطع وصل کردن تشک برقی. کلا خاموش روشنش می‌کنیم. اینم چسب آلومینیومه. این قیمت اینا رو من تو ویدیو قبلی تو دیجیکالا که از دیجیکالا خرید می‌کردیم گفتم بهتون. خب بریم که با هم دیگه بسازیمش. خب اول از همه ما بریم دیمر و کلیدمون رو با فیوزا رو کار بذاریم. ببینید این سیمی که ما داشتیم دو قسمت میشه. یه قسمت میاد وارد این جعبه میشه، میاد داخل دیمر و به وسیله کلید قطع وصل میشه. دو تا فیوز سرش میخوره. یه تیکه سیم هم میاد خارج میشه از اینجا و وصل میشه به تشک برقیمون که ما بتونیم حرارتش رو خیلی راحت کم و زیاد کنیم یا خاموش روشن کنیم و فیوزا مانع از این بشه که یه وقت آب روش ریخت دچار برق گرفتگی نشیم. یعنی بیش از اندازه برق مصرف بکنین المنتا فیوزا میسوزه و برق قطع میشه. فیوزا حتما لازمه. فیوزا هم قیمتی نداره، بخرید دونه 500 تومان 1000 تومان ایناست. خب ما اول از همه جای این دیمرمون رو اینجا در میاریم. بریم که انجامش بدیم. خب ما این قسمت دیمر رو در میاریم که مثلا این کم و زیاد میشه. ببینید بهترین جایی که تو این جعبه میفته اینجا که میاد جلوی جا پیچی ها، بهتر اینجا همینجاست. ما اینجا رو روبروش رو باید یه سوراخ بزنیم به این صورت. دقیقا میفته همینجا. خب من اینو سوراخش کنم. خب این جاش در اومد، خیلی هم اوکی شد به این صورت. الان این دریچه هم میاد رو اینجا قرار میگیره. ببینید اینجا کم و زیاد میشه. خب اینجا ما یه مهره داریم، اینو باید باز کنیم. اینا رو خود دیمری که میخرید باید باشه و میندازیمش پشت این جعبه که کیپ بشه رو جعبه. به این صورت. حالا سیممون رو میاریم، دو سرش رو باز میکنیم. اول من هویرم روشن کنم که داغ بشه و قبل از دیمه ما فیوزا رو کار میذاریم. خب ما این دوتا فیوزا رو اینجوری، یکی اینجا و یکی هم اینجا، لحیمشون میکنیم و یه وارنیش بهشون میزنیم.
خب درست شد. ببینید خیلی تمیز و شکیل به این صورت. خب دو تا سیم خروجی من قبلا بهش وصل کرده بودم. این دو تا سیم خروجی یکیش وصل میشه به سیمی که شما از پریز برق میکشید. ببینید این سیمی که از پریز برق میاد از اینجا یکیش وصل میشه به این قسمت و بین این دوتا فیوز قرار میدیم. یکیش هم مستقیم و میره وصل میشه به ورودی دیمر. دیمرمون هم اگه نشون بده یه این طرف زده خروجی، این طرف زده ورودی. پس ما یه دونه این سیما یکیش که داره میاد وصل میشه فیوز میره داخل یکی از این ورودی ها، یکی هم که وصل میشد از این فیوزه به این کلید راکر و از این یکی وصل میشه به این یکی ورودی و این دوتا هم که خروجی ماست که وصل میشه به تشک برقی. بریم که انجامش بدیم. حالا بریم که دو تا فیوزها رو وصل کنیم. ما اینو میذاریم اینجا و یه خود سنباده میاریم. اینا قلقای فوت کوزه‌گریه که چجوری لحیم به فیوز بچسبه. این سنباده میاریم فیوز اینجوری میکشیم سنباده تا لحیم بگیره. هر دوتا دو طرفش رو این کار رو باش انجام میدیم. خیلی خوب، ما این دوتا رو فیوز رو لحیم کردیم. حالا با استفاده از این وارنیش ها میندازیمش داخل وارنیش و با فندک این وارنیش رو به این فیوز رو میچسبونیم که اتصال کوتاه بهم نکن و یه طرف این فیوز وصل میشه به این دو کلید راکر ما، یه طرف دیگه هم یه تیکه سیم از اینجا ورم داریم. بذارید تا انجام بدم ببینید خودتون. یه تیکه از این سیمی که داشتیم قطع کردم، یه دونه شو سیممون جفتی به این صورت. دوبلش هم بکنیم میره داخل این ورودی ما، ورودی دیمر. پیچش میکنیم. خیلی خب ما اینو وصلش کردیم. حالا یه فیوز وصل میشه به این سر، یه فیوز وصل میشه به این سر که در هر صورتی شما چه دو شاخه اینوری داخل برق بزنید چه این طرفی، در هر صورتی فاز ما با استفاده از فیوز وصل بشه به مدار و یه وقت مثلا اگه آب ریخت فاز وصل نباشه که دچار برق گرفتگی بشید، خدای نکرده. بریم که حالا ادامه کار داشته باشیم.
خیلی خوب. حالا ببینید الان ما اشکالاتی که داریم اینه که این چیزای ما فیکس نیست اینجا. بگیم که در رو بعد اینجا ببندیم و یه سیم خروجی هم بگیریم. این 3 تا کار مونده. همون سیم سمتری که داشتیم. به هر چقدر که نیازتونه، میخواید این کنار تشک باشه یا میخواید دور باشه. به نظر من کنار تشک باشه خیلی بهتره که کنار تشک رو تنظیم بکنید. مثلا با فاصله 1 متر میتونید 1 متر از این سمت سیم رو ببرید، 2 مترش برای اتصال این مدار به پریز برق، 1 مترش برای اتصال این به تشک برقی. حالا من انجامش بدم. ببینید این 1 متر و به این صورت باز میکنیم. میاریم میزنیم داخل کانکتور اوت خروجی. رو مدار نوشته اوت. خب حالا این میشه ورودی مدار ما که وصل میشه به اینجا و اون 2 متریم. اینم خروجی مدار ما که برای تشک برقی و وصل میشه 1 متر به تشک برقی. حالا این کارم انجام دادیم، بریم سراغ کار دوم که اینا رو جای خودشون فیکس کنیم و بعدم درشو ببندیم و دیگه فعلا این مرحلهش تموم شد. اینو ما فشار میدیم داخل و چسب 1 2 سر میاریم. یه تیکه بعد بریزیم اینجا اگه باز باشه. و یه تیکه هم میریزیم این پشت این قسمت اینجا که مدار به جعبه بچسبه. خب حالا بریم کلیدمونم چسبش کنیم. ببین حالا 2 تا پیچ میخوایم و اینا خیلی قشنگ راحت بر این قسمت پیچ میکنیم. اوکی، خیلی تمیز و خوشگل در اومد. ببینید این کلید ما و این کله دیمرم میذاریم روش و این طرفش بکنیم و این کله میره داخل اینجا به این صورت. کم و زیاد میشه و اینم خاموش و روشن. حالا اگه میخواید که این سیمان کشیده نشه، حتما چون کشیده بشه از تو اونجا قطع میشه به مرور زمان، اینجا را این حفره را با چسب 1 2 3 پارش میکنیم.
اوکی شد. ببینید حالا یه هرچی هم بکشید ببینید دیگه کنده نمیشه. خب آقا ببینید این شد نتیجه کار ما که یه سرشا. ببینید ما از این ور چیه گرفتیم؟ ورودی تشک برقی گرفتیم که 1 متر سیم بود. ببینید این همین 1 متر سیم هست. این ور که 2 متر بود گذاشتیم برای 2 شاخه. خب بریم 2 شاخه رو وصلش کنیم. ما این 2 شاخه رو وصل کردیم. اینم از دیمرمون و کلید خاموش و روشن. حالا اینجا وصل میشه تشک برقی. بریم تشک برقی هم درستش کنیم ببینیم که باید چه کاری انجام بدیم. ورق آلومینیومی رو میاریم. به این صورت ببینید این ورق آلومینیومی ما. این هم 2 تا المنت. ببینید 2 تا تیکه 2 متری. خب حالا باید چه کار کنیم؟ از این قسمت میاد اینجا یه نیم دایره، دوباره میاد دوباره همین صورت تا آخر آلومینیوم انجام میدیم. به همین صورت رفت و برگشتی با فاصله های 3 سانت 3 سانت این کار انجام میدیم تا تشک برقیمون ساخته بشه. بریم انجامش بدیم. خیلی خوب. ما این 2 تا المنت رو چسبوندیم و اون قسمت فویل اضافه اومده. ما فاصله هایی که مناسب باشه پخش بشه حرارت انجام دادیم. حالا اون قسمت رو برش میزنیم و نکته که خیلی مهمه اینه که این المنت ها اگه 2 تایی استفاده میکنید باید مثل من انجام بدید، همینجوری که من انجام دادم. چجوری؟ شما باید اینا رو به صورت موازی به اون دیمر وصل کنید، نه به صورت سری. به صورت سری اگه وصل کنید نیاز به 400 ولت برق جهت راه اندازی این تشک برقی دارید. اوکی؟ حالا اگه میخواید با 220 ولت راه بندازید، اگه 2 تا المنت دارید حتما به صورت موازی انجام بدید. چجوری؟ این 2 تا سری که من اینجا گذاشتم به هم دیگه لحیم میکنیم، یه وارنیش روش میندازیم و از این سر المنت دومی تا این سر المنت اولی یه سیم میکشیم، میاد اینجا و اینجا میشه 2 تا از ورودی های ما و این المنت ها به صورت موازی به هم دیگه وصل میشن. 2 تا المنت 70 وات که با 220 ولت کار میکنه.
حالا که میشه تقریبا 150 وات. حالا اگه شما اینو به صورت سری ببندید، یعنی این دوتا رو به هم دیگه لحیم بکنید و اینجا رو بذارید برای ورودی، این میشه به صورت سری. المنت شما میشه 420 ولت 440 ولت 70 وات، نه 220 ولت 150 وات. به این نکته حتما دقت کنید. حالا بریم که اینا رو لحیم کنیم و این سیم از اینجا بکشیم و به این وصلش کنیم. به تا انجامش بدیم. این المنتی که من گرفتم دو تا دونه از اینا هم توش بود. خب اینو برای چفت کردن، چون اینو لحیم نمیگیره. بیارمش ببینید این یه جوریه که لحیم به خودش نمیگیره، ولی این نه، این سری داره. حالا ما این دوتا اینا یه سرشو میذاریم داخل اینجا، یه سرشو میذاریم اینجا و این یکی هم میاد وصل میشه به این قسمت و با انبردست اینا رو صفر میکنیم و اتصال برقرار میشه. بریم انجام بدیم. اول این رو میذاریم، خب من یادم رفت یه سوتی دادم. ما اصلا سیم ورودی که از دیمر می اومد به اینجا وصل نکنیم، یکی باید به این قسمت وصل کنیم، خب یکی به این قسمت. حالا بریم انجامش بدیم. من اینجا رو باز کردم، این سیم ورودی دیمره. حالا بعد تو ادامه بهتون نشون میدم کاملشو. بریم این انجامش بدیم، لحیمش کنیم و بعد شفتش کنیم به المنت دومی. خیلی خوب، من کار رو تموم کردیم. این تشک برقی آماده شد. ببینید این المنت دومی است، از بالاتر نشون بده. این المنت دومی است که از اینجا ما سرش گرفتیم، آوردیم به المنت اول وصل کردیم و دوباره اینجا هم این دوتا المنت 1 و 2 به هم دیگه وصل شدن و دوباره خروجی گرفتیم. این خروجی و این خروجی میره وصل میشه به همون برد دیمر ما. حالا بریم که مرحله تکمیلی انجام بدیم، دیگه کاری نداره، فقط باید روشو بپوشونیم با آلومینیوم و بریم برای تستش. چسب آلومینیوم برمی داریم از اینجا، ببینید از این سر 2 سانت اضافه تر تا اینجا، باز اینجا 2 سانت اضافه تر. این قسمت رو می بریم و چسب آلومینیوم به همین قدر تقریبا ما نسبت به این بخوایم اندازه بگیریم 6 تا برش میخوایم. 6 تا اینجوری درست میکنیم، میبریم و میچسبونیم روش. ایول دم خودمون گرم. ببینید اینجا هم این ورودی سیماش هم مثل من 2 طرفشو اضافه چسب بزنید که اینا کشیده نشه، بعد از زیر اینجا در میاد.
اوکی. حالا این شد حاصل کار ما. این شد حاصل کار ما. این که ورودی دو شاخه، دیمر، کلید و تشک برقی. حالا این تشک برقی میتونید همینجوری بذارید زیر کمرتون بخوابید، میتونید زیر تشک‌های نازک بذارید و میتونید هم یه روکش مخصوص براش بدید خیاط بدوزه و فیکس کنید روش، دور تا دورش هم بدوزید. این میشه یه تشک برقی عالی. این تشک برقی که با هم دیگه ساختیمش، هم دیگه تو ویدیو دیدید. حالا میخوایم بریم تستش بکنیم مثلا کار میکنه، حرارتش چقدر خوبه، برید ببینیم. بذاریمش اینجا، اینم دو شاخه بزنیم بر وای میسیم تا گرم بشه. بله ببین این همون دستگاه اصلیه که یه دیمره که خاموش روشن و فیوزانون توشه، تو ویدیو دیدید. و سیمی که باهاش میاد کنار ترس، همون سیمی یه مثلی گفتم بیاد کنارمون که بتونیم کم و زیاد کنیم. و تا دو شاخه هم 2 متر راهه که یه سیم 2 متری هم گذاشتیم تا پریز برق. خب حالا ما اینو زیادش بکنیم. خیلی خوب آقا، ما یه چسب برق آوردیم که بتونه حرارت انتقال بده، چون من دماسنجم از این تبگیر است. روشن میکنم ببینیم چه دمایی نشون میده. بگیریم اینجا. خب بزنیم. ارور داد، یعنی از 40 درجه بالاتر. بازم اچا آیه، یعنی این زیاده برا من، بالای 40 درجه نمیتونیم بسنجه. خیلی هم واقعا داغه، الان نمیشه روش نشست. باید با همین دیمه کم و زیادش بکنید، دمایی که دوست دارید تنظیم کنید و حالشو ببرید. بزن لایک قشنگه رو. خداحافظ.